نه یا موشی دو موشی درآمدن ما همینجا کرده. این راننده از بانک پول قرض گرفته ماشین خریده است تا با کراکشی هم زندگیش را پیش برد و هم قرضش را برگرداند. ولی میگوید شرکت یک تاکسی که در آن کار میکرد برهم خورد و اکنون نمیداند آیندهش چی خواهد بود. ما را زنگ زدن شرکت اسمس روی کردن که شرکت محکم شده گه. ما اومدیم همینجا ما را روی دوران گاهی شهر بی خطر ابخدنو لیست بگذارید. میگم ما شما را شرکت 8000 شرکت نو کرده گه همونجا باید روی ممکنن دامو شرکت 8000 روزدا 100 سمپل میتی 100 سمپل کار کنی نکنی مقصد هم 100 سمپل پول میسپری. هم صحبت ما میگوید زورش به این مبلغ و هم پوشاندن قرض بانکیش که ماه 7500 سومونی است نمیرسد. اقلا 50 سوم میکردن برای ما خیلی چی میشه سبک میشه وقت. چونین نگرانی‌ها در پی آن صورت میگیرند که حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافرکشانی کواتا یا اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داده شماره تاکسی ها را از 4 به 12000 بالا برده است. با شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتا، کوویون و صفا تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. برهم دادن چند شرکت تاکسی پرسش‌های را برای راننده بختیار ابراهیموف به میان گذاشته است. وی از مسئولان شرکت‌های تاکسیرانی پرسیده است که در صورت بیمار شدن شرکت هر روز 100 سومانی حق خدمت رسانیش را میگیرد. ما در این پرسیده اومد یکی کسل شویم یا یگان کسلی داشته باشه گفته که فرق نداره. خیلی نمیدونم قانون سپورت کرده نمیتونیم موزی. شبا از یگان شبا گایم مقصد غم دیان نمیتیان مقصد همه چیز ما میگیرن پتیوفکام را میگیرن ما چه کار میکنیم من همیش وزی نامعلومه. بعضی شرکت‌های تاکسی قطع کار خود را تصدیق ولی از شرح موضوع نیز خودداری کردند. اداره‌های مربوطه شهرداری دوشنبه به تماس‌های ما پاسخ ندادند. والا صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کردند برای رسانه‌ها و جامعه معلوم نیستند. بحث و مشکلات شرکت‌های تاکسی در تاجیکستان نو نیست. در گذشته مقامات بعضی از شرکت‌ها را مجبور کرده بودند که ماشین‌های سال استحصالشان کهنه‌تر را نگذارند مسافرکشانی کنند. دیرتر از شرکت‌ها خواسته شد که بیشتر تاکسی‌ها ماشین برقی یا الکترومبیل باشد. بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه باید تمام تاکسی‌ها در پایتخت ماشین‌های برقی باشند.